نخستین بار دفتر مشوره‌دهی رایگان مسلکی و حقوقی به هدف بهبود زندگی زنان، کودکان و در مجموع افغانها در شهر کابل افتتاح گردید. این دفتر امروز پس از مراسم افتتاحیه در شهر کابل و کمک کمیته انکشافی بین المللی بریتانیا شروع به کار کرد. هدف از گشایش چنین دفتر ارائه مشوره‌های رایگان مسلکی و حقوقی برای قشر آسیب‌پذیر، راه‌اندازی سمینارهای آگاهی عامه برای مردم، نوشتن عرایض و خانه‌پوری فرمه‌ها، ارائه کمک‌های اولیه صحی برای نیازمندان، ارائه مشوره‌ها در مورد مالیات، مسکن، بیخانگی و اشتغال و بالاخره ارائه مشوره برای مهاجرین است که به وطن برمیگردند. در حال حاضر اکثریت شهروندان دسترسی و مراکز مشوره‌دهی مسلکی ندارند و به خاطر نداشتن پول جهت حل دوسیه‌هایشان نمی‌توانند وکیل مدافع بگیرند. قرار نظرسنجی‌هایی که انجمن افغانستان و آسیای میانه انجام داده است، بیشتر از 90% از شهروندان به خدمات مشوره‌دهی رایگان دسترسی ندارند و نیاز به مشوره و راهنمایی دارند. همچنان قرار است که روز شنبه دومین دفتر مشوره‌های رایگان حقوقی در شهر پلخمری ولایت بغلان نیز افتتاح گردد. شاگردان